سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. آقا خیلی خوش اومدید به اپیزود اول بازی هالو نایت سیلک سانگ. بالاخره این بازی عرضه شد و عجب بازی هم هست، عجب گیمیه، یعنی تو اینترنت ترکیده و قراره بریم اپیزود اول این بازی رو با همدیگه داشته باشیم. خب این یه جملاتی بود که اینجا نوشته بود اول بازی، کاری با اینا نداریم. کاتسینه بازی رو میبینیم که برمیگرده به پایان کنون پنتیون ها. زمانی که شما ابسولوت ریدینس رو میزدید توی ورژن اول، این پایان در واقع از اونجا نشأت میگیره و ادامه اون تیکه بازیه، اون قسمت بازیه. امیدوارم صدا مشکلی پیدا نکنه. از اپیزود بعد قراره یکم، اپیزود دومشو که خواستیم رکورد کنیم، یکم تغییرات بدیم، ولی در این حد فکر کنم کافیه. ببینید یه حالت پروانه طوری میاد میشین روی قفس و اون مهری که رو قفسه میشکنه و هورنت اینجا تقریبا به هوش میاد و اینجا قفس میشکنه و هورنت اینجا پرت میشه پایین. بازی اکت بندی داره. اکت 1 فار لوم. ببینید چه کردن. از شما چه پنهون بچه ها، من یه تیکه بازی رو پلی دادم. الان صبح جمعه است که من دارم اینو براتون رکورد میکنم و تقریبا از اون تایمی که من دارم براتون رکوردش رو انجام میدم. همین یه تیکه های بازی رو تقریبا میدونم که باید چی کار کنم، تقریبا باشی آشنایی دارم. میایم وارد لوکیشن دوست داشتنی ماسکروتو میشیم. لوکیشن دوست داشتنی که الان باید داخلش تردد کنیم. خب اینجا که چیزی نداره، باید بیایم اینجا. یه اینستاهیل بزنیم که اچ پی کاراکتر هورنت پر بشه. خب اینجا که از لوکیشن های اول درگیریه. ماسبری یه آیتم تقریبا مهمه و ما اینجا رو رد میکنیم. ببینید بچه ها، تو بازی چندین بار هورنت این حالت رو پیدا میکنه که یه حالت شوکی بهش وارد میشه، اینجوری که من متوجه شدم، چون تقریبا تو اکثر ویدیوها اینجوریه. یه حالت شوکی به کاراکتر هورنت هی رفته رفته وارد میشه. من یه مقدار صدامو کمتر کنم. اوکی. و ادامه داستان از اینجا میره. من یه هیله دیگه بزنم.
بریم ادامه داستان. اینم ما نمیتونیم بهش برسیم، ولی از اینجا تقریبا میتونیم خودمون رو بهش برسونیم. ای لعنتی. بازی هم این اولای کار چیزی به اسم وال جامپ و اینا ابداً نداره. زید من یه نگاه بندازم. خب همینا رو برمی داشتیم، چیز آنچنانی وجود نداره. یه سری جامپ های خیلی سخت داره بازی. من نمیدونم هدفشون از طراحی چنین جامپ های سختی چی بوده تیمچری، ولی یه سری جامپ اتک های خیلی سختی داره کاراکتر هورنت. من نمیدونم فلسفه‌اش چیه که همچین جامپای سختی برای کاراکتر طراحی شده. به هر حال معلوم نیست چرا واقعا همچین جامپای سختی داشته. ببین دوباره کاراکتر سکته زد. نمیدونم دلیل این سکته هایی که هورنت میزنه چیه. ببینید هی هم داره بدتر میشه. دوباره اوکی شد. اینجا روین چپله. یالتونم راحت که اینجا لوکیشن مخفی و اینا نداره. بازی خیلی شبیه تیلز آف آیرون شده، خیلی. و اینجا باس ماس مادر میاد تا بامون درگیر. با اینم خیلی راحت فایت بدید بچه‌ها، اونقدر اصلا اذیتتون نمیکنه ابداً. خیلی باهاش راحت باشید بکنید. خیلی باعث راحتیه. قشنگ بذارید بیاد و اینجوری بزنید شکلش کنید. اینم از باس ماس مادر که زدیمش. این اولین باس بازی به حساب میاد که شما باش فایت میدید. چیز خاص دیگه هم نداره آنچنان. اما ما هنوز اینجا و یه جامپ میزنید. دقت کنید اینجا یه در بسته وجود داره که ما الان اینو نمیتونیم بازش کنیم. حساسیت سر این که حالا چرا این باز نمیشه ندید. باید برگردیم به همون لوکیشن ماس مادر، همون جایی که با کاراکتر ماس مادر فایت داریم. دقیقا ما باید بریم الان همونجا دوباره، چون محل خروج ما از این منطقه دیگه اونجاست. این ماسکروتو خیلی منطقه کوچولوییه، خیلی جاهای دیگه ای داره که در واقع باز میکنید و منطقه بزرگتر میشه، وگرنه به طور کلی اونقدر وسعت نداره. ببینید اینجا دیگه
سکته زدن کاراکتر هورنت شدیدتر میشه، شدیدتر میشه، تا اینکه اینجا دیگه باید از هوش بره، چون چیزی که من تو یه مدتی که رفتم همین بود که اینجا دیگه باید کاملا از هوش بره. اینجا ما یه کاراکتر خیلی باحال داریم، نگاه کن. و ایشونو داریم. مجينا فورة جو مانيل لا فينسترا او علالو چپل مید. باسفاين ميميرو فينل فينيك The Great Citadel یه آیتم ابجکتیویه که به ما داده میشه و ما دیگه تقریبا میشه گفت که کاری نداریم. اینجا یه دره که الان باز نمیشه. ما همچنان مسیرمون رو ادامه میدیم، وارد پارت دوم منطقه میشیم. این تو تریلر نشون داده شده بود. بیاید این پایین. این پایین میبینید دقیقا شما رو برمیگردونه دوباره همینجا، در واقع سرکاریه. اگه پریدید بدونید که این شما رو میاره دوباره پایین. اینو من تو ذهنم نبود. خب فعلا هم کاراکتر چیز خاصی برای ارائه نداره، ولی نسبت به هالو نایت توی ورژن اول هالو نایت هورنت خیلی قوی تره. و اینجا ما میرسیم به لوکیشنی به نام بون باتم. خب اینا رو بچه من باشون دیالوگ نمیگیرم، اونقدری چیز عجیب غریبی ندارن که بخوام من بهتونشون بدم. خب ولی به طور کلی کاراکترهای جالبی هن. این پایینم در همین حد که بهتون نشون بدم چه خبره. یه کاراکتر اینجا نشسته با 2 تا حالت زنگوله که این دقیقاً جای در واقع فست ترافل ماست. ایشون اسمش پبه. دیالوگا رو فعلا چیزی نمیتونم بگم، مرچنت بازیه ایشون هم اسمش فلیکت فیکسره. ایشون هم الان در حال حاضر حداقل کاری انجام نمیده. اینجا رو اگه دقت کنید ما الان از اینجا جایی نمیتونیم بریم مگه اینکه دش داشته باشیم، سوپر دش. نیازمند داشتن سوپر دشه. اینا اونقدری اذیتتون نمی‌کنن، برای همین زیاد سر اینا خودتون رو اذیت نکنید. بذارید من یه دقیقه پایین رو ببینم. آهان اینجا رو داشته باشید. اینجا بسته است، اینو میدونید دیگه. این پایینم الان ما میریم، نگرانش نباشید. این واحد پول بازیه. بازی 2 تا واحد پول متفاوت داره. اینا رو به این صورت میتونید بکشید. اینا ورژن کوچیک‌ترشونن، زیاد اونچنان اذیتتون نمی‌کنن، ولی حواستون باشه. اینا هم حالت دش میون تو صورتتون.
اینجا یه نیمچه فایتی وجود داره. Bren! از این گندلات ها میاد یه چی کافیه بپرید و با کشتن ایشون همه چیز تموم میشه. 2 تا مسیر خراب شدنی اینجا باز میشه. این که یه شورتکات میزنه دقیقاً به همون جایی که بودید و این رو هم اگر بیاید با یه ضربه در رو باز میکنید. اینجا یه کاراکتر اسم ایشون شرماست بچه ها. همینجوری موزیک میخونه جلوی این دره که این دره باز بشه براش، ولی خب ما باز کردیم. این جلوتر بچه اینا واحد دوم پول بازی هن. اسمشون روزاریزه. میبینید اینا خریدتون رو با اینا باید انجام بدید. دوباره اینجا یه مقداریشو بازی بهمون میده. این مثل تسبیح میمونه. حالا اگه اصطلاح تسبیح و جالب باشه اونقدر. اینجا 30 تا روزاریز میدیم و یه دونه بنچ باز میشه که اینجا دیگه میتونید رست کنید و دیگه راحت از اینجا کاربار ترابلتون. دمرو میبینید لوکیشن جدید اسمش هست دمرو. خیلی تو طراحی خوب کار کرده تو سری. این که بپرید این خوشگله پرت میشه. ایشون رو میزنم به راحتی هرچه تمام تر. اینم میکشم. راحت حرکتتون رو برید، اصلا خودتون اذیت نکنید. من 1 دقیقه چک کنم ببینم رکوردمون چند دقیقه شد. 17 دقیقه شد. عالی. خب یم جلوتر موردی نداره هنوز. موردی برای ارائه فعلا در حال طی مسیری. بچه اینا هم هیچ کاری الان جلوی شما برای انجام دادن ندارن. اینجا میایید یه دونه شارت پندنت برمیدارید که برای در واقع بلتتونه. یه حالت طولیه که روی شمشیرتون اعمال میشه. حالت چارمه. آخ بیا اینو من زدم. خب هیل بیا سود. عرضم به حضورتون این طرف که بیایم. آها ببینید تاریکه. اینا دقیقا مشابه انمیایی توی دیپ نستن. ببینید دقیقا خودشون. اینجا یه دونه آیتم جدید برمیدارید. بنده ایشون رو بزنم. این طرف بچه ها میره به سمت یه لوکیشن خاص. اینجا دوباره ما میرسیم به یه سری کاراکتر.
فلمستر و یه سری آیتم دیگه. اینجا اینونتوریتون رو باز میکنید و این آیتم رو من جایگذاری میکنم توی بلته. خب اینو بدونید که میشه اینو جا زد. اینو بریچ کنید بهتون همون دونه تسبیح ها رو میده. اینو گفتم که بدونید. و چیز دیگه این برای ارائه ندارن این عزیزان. و ما میایم اینجا. ببینید یه در بسته اینجا وجود داره که این دره رو چجوری میشه باز کرد. از اینجا ما بریم. ببینید چجوری باز کرد خودشو و به من دمیج زد. اینجوریه. این نشونه اینجا دقیقا نگاه کنید. ما رو آورد دقیقا همین ابتدای کار این منطقه. خیلی خوب. ما کاری که میکنیم چه دمیج زد به من بی شرف. و مسیرتون رو بیاید جلو. اینجا همونطور که میبینید مسیر بسته است. ما باید از بالا مسیر رو طی بکنیم و خودمون رو برسونیم دقیقاً جایی که این آسانسوره قرار داره. دیدید؟ یه حالت شورتکاته بیشتر. اونقدری میزنم چکیش میکنم. ایزی. و این درم که گفتم بهتون بسته است. و اینجا HP مونم پر کردیم و اینجا یه دیس پر از این تسبیح ها بهتون میده بازی که برید عشق کنید. قشنگ شارژتون میکنه. اینا یه مقدار مشنگ هستن ولی خب دلیل نمیشه که فکر کنید ضعیفه. اینجا هم که اومدیم. اوه دیدید دمیجو؟ و جالب اینه تا وقتی که شما HP تون تا عدد مثلا این خط حالت ماناتون تا آخر پر نشه شما نمیتونید بیلتون رو کامل بکنید. ببینید اینجا هم بسته است. مسیر اصلی اینه. خودش شما میایید اینجا یه نگاه پایین میندازید اینو میزنید. یه دونه جامپ اینجا. کوه تسبیح حتما بردارید، خیلی به کارتون میاد. نید اینستا هیل. یه نگاه بندازم اینجا. آخ پریدیم توی
ببینید ایشون نقشه فروش بازیه. اولم رو ما بدفاز میشه. خيرياسك Benny Frank. غورالوث va از ایشون باید یه سری آیتم بخرید. نقشه رو میخرید. تب که بزنید نقشه باز میشه. دیگه نداریم که بخوایم نمی‌دو. چیز دیگه بخریم فعلا. پوشانکا ببینید سریع هم اینجوریه که کجا داری میری. ما اینجا میایم یه قسمت جدید ماسکروتو. اینا هم بچه همشون بهشون میگن پیلیگریم. اینا چیز نیستن، اینا حشره نیستن، اینا میگن پیلیگریم. دید الان ما یه نقشه دیگه میتونیم ازش بخریم. دیدید یه چک افسری. اون برم نمیتونیم بریم الان، حداقل با رنجی که الان داره جامپمون نمیتونیم دیدید اینا هم قشنگ دیگه دونه تسبیح براتون میندازن. نشینید. خب نقشه رو داریم که با زدن تب و هولد کردنش، نگه داشتن تب اگر نگه دارید میتونه نقشه رو نشونتون بده. الان Hironare. کیتسکا بازم دیالوگ میگیره با ما. نقشه اینجا رو هم میگیریم. خب برامکی نگاه بندازیم پایین. خب اینجا رو درست اومدیم. و اینجا رو میایم بالا، میریم به سمت راست. خیلی هم گوگلی میمیرن، اصلا اینجا رو عالی کار کردن. یه تعارف نکنیم دیگه، واقعا کار کردن. اینو باید از اونجا بریم، مسیر خودشو داره. بیشرف صافم همون امید دیگه دوست عزیز، اذیت نکن. ما بیایم تسبیح هامونو برداریم، بیایم بالا. آها اینجا رو یادم نبود. و اینجا یه دونه تابلوه، حالت تابلو تو HP رو پر کنید.
سر اسپی پر کردن اصلا به هیچ عنوان خصاصت به خرج ندید. پر کنید اچپیتون رو. اینجا میایم این پر از تلس. سلطان ها برای ما پره گذاشته. تقریبا 100 تا دونه تصویر دیگه گرفتیم که الان با اینا میتونیم بریم بازم از اون نقشه کشه آیتم بخریم. و اینجا بالا نگه می‌دارید و یه ابیلیتی شدیداً خفن میگیرید که بهش میگن سیلک اسپیر که من خودم رو کنترل توی کیبایند بازی گذاشتمش که بتونم اینو بزنم. حالا دیگه راحتیه و اینو میزنید و مسیرتون رو یه دونه آیتم برمی‌دارید و دیگه رسما ما با اینجا کاری نداریم. اومدیم که یه ابیلیتی بگیریم. حالا میتونیم برگردیم. حالا باید برگردیم و بازم یه سری آیتم از اون نقشه کشه بخریم. بیایید پایین. هونا مشکه. خب چند تا آیتم میتونید ازش بخرید. پیشنهادم بهتون این که اینو بخرید اول. ببینید چند تا سیلک براتون میمونه. اگر دیدید تعداد سیلکاتون کمه بیاید یه سری از این انمی ها رو دوباره بکشید که بهتون بازم سیلک بره. ببین اینجوری میزنید ببینید 5 تا علامه من داد شد 50 تا. الان دوباره میتونم از این یه آیتم دیگه هم بخرم. آیتماشو 90% رو بخرید. یعنی آیتمای این فوق العاده کاربردیه. وشکه. حالا اینم ازش میخرم و ایزی. الان نقشه رو که باز بکنید قشنگ لوکیشن ها رو بهتون نشون میده که چی کار میکنید و کجا میرید. میبینید وشکه. یه رستم میزنم و این وره مسیرمون که منتهی میشه به دومین باسه توی بازی. بل بیست. یکی اینجوری میزنید تو ملاجش. یعنی خیلی دمیجش زیاده بچه ها. اینجا فرصت دمیج شماست. یه چی میزنم اینجوری بده اینجوری میزنم قشنگ میخوره. دوتا میزنم تو کمرش. بچه این دیگه الان میره تو فاز اینکه این زنگوله ها رو از زیر زمین پرت میکنه روی کلت. شما تنها کاری که باید بکنید اینه که اینجاها بهش دمیج زیادی وارد کنید. بالا رو دقت کنید. بالا رو دقت کنید. با کنید زنگوله ها رو و حالا خودش میاد زنگوله ها و هر بار که زنگوله پرت میکنه
یکی هم از بالا میاد. باید باش فایت بدید دیگه. فایت باید بدید. اون خاله نیست. اینم رو پر میکنم چون ایشون رحمی نداره. سری لوکیشن رو عوض کنم، جا خالی یادتون نره. دوتا ضربه، یکی. مراقب باشید، مراقب باشید. ایشون اصلا راحت نیست. آها خوب شد که موجودی رفت و مرد. انتظار نداشتم بل بخوره تو سرم، ولی خب برخورد کرد دیگه. واسه خیلی باحالیه، خیلی. و بیای ممنونم. یکی ضربات خوب، دوتا، یکی پر بالا، سه تا، یکی پر بالا، سه تا ضربه. پرفکت. اینجا به این صورت بهش ضربه بزنید. هیچ عنوان بی احتیاطی نکنید. فکر کنید چیز راحتیه. چی اینجوری؟ و میره. خوب به بالای سرتون دقت کنید. نگاه کنید بلا چجوری میاد. تایمین بلا صافم خورد تو ملاج من. بدون اتک خوبه. انتظار بیش از اینم نداریم. تا اتک خوب. یه اتک تو ملاجش زدیم. یه اتک خوب. ای صاف از زیر پا اومد بیرون. چقدر بدشانسم من. ببینیم تایم رکوردمون چند دقیقه شد. 38 دقیقه. خوبه دیگه، از 1 ساعت تجاوز نکنه. همون 1 ساعت رو رکورد کنیم. چه بیای عزیز. دوتا مشکل، سه تا، یه اتک مشکل دیگه، یه دونه دیگه.
میخوره. دقت کنید به بالا. بالا رو کامل دقت کنید. اشراف داشته باشید. یعنی یه بلشه تو مغز کاراکترتون. دردک خوب داریم. دردک خوب. بل نخوره تو مغز کاراکترتون دیگه. تمام. ایشون تموم شد. و ابیلیتی کنترل کردن ایشون رو دیگه بازی بهتون میده. و اگه دقت کنید بازی ما رو آورد یه دیپنست. ما کجاییم؟ ما تو دیپنستیم. خونه هورنت. برگشتیم بچه ها به آلونست. برگشتیم به محل زندگی هورنت و سیلیک هارت رو بهمون میده بازی اینجا. پاورمون یه جورایی بیشتر شد. حالا دیگه ببینیم، خودتون ببینید که چجوریه. ترجمه کنید متنشو. من الان ترجمه نمی کنم ولی اوکی، به همین حد. وقتی بیاید اینجا داداشمون میاد و میگه که چرا منو زدی. الان با ایشون میتونیم ترابل کنیم. ما ادامه میدیم. من یه تایم رو یه چکی بکنم. اوکی یه تایم. تق میزنید به این زنگوله معروف به صدا در میاد. و یه بنچ برامون میذاره بازی که دیگه این بنچ رو میتونیم داشته باشیم و آیتم هامونم میتونیم بزنیم. ببینید اینو که بذارید اگه دقت بکنید الان نشون میده هورنت کجای نقشه است. ببینید چقدر خوبه. و میایم وارد لوکیشن مرو میشیم دیگه. کامل وارد این لوکیشن بزنید و بکشید که جلوتر براتون دردسر درست نکنه. من یه هیل میزنم. ایشونو میکشم چون اینجا یکی از پارتای سختشه. ببینید خیلی سخت.
باید ایشون رو رد کنید، بذارید بیاد توی این قسمت رو الان میتونیم هیل کنیم. خیلی هم عالی. ببینید خود بازی داره میگه آقا حواست باشه، من یه راهایی میذارم که تو بتونی راحت‌تر بازی تو پیش ببری. ببینید منگل عالمه اینه. قشنگ خود یارو با اینکه ما بکشیمش هیچ مشکلی نداره، به این خاطر که خیلی منگله. بدجور مردیم. از من انتظار زیادی نداشته باشید بچه ها. من اصلا نمیتونم اون قدری که باید بازی کنم، ولی خداییش هم بد بازی نکردم. یعنی من خدا بخواد پنتیون 1 و 2 و 3 و 4 رو زدم، فقط پنتیون آخر رو نزدم که اونو واقعا اندک شماری تونستن بزنن دیگه. این از اون دست کاراست. آها ببینید اینجوری هم میتونید این داداشمونو شرش رو به خودش برگردونید. اینجوری ایشونو میزنم. اینور من کاری برای انجام دادن ندارم یا اول فصل به ستونم. اینا فقط به طور عمودی میتونن بهتون اتک بدن، چیزی به اسم اتک افقی براشون تعریف نشد. ای بابا نخور رو این دیگه هورنت. چرا اذیت میکنی دختر؟ بدجوری داری اذیت میکنی یا حواسم بهت هستا. باز شد دیگه. اوکی.
اذیت و آزار دیگه، اذیت و آزار. اینا معادل گرابان بچه ها. اگر براتون سواله اینا معادل گرابای توی بازی هم. حالا میتونیم برگردیم پایین. متکشی. بچه پر رو چه دمیجی داد به ما. تایممون چقدر شد؟ 52 دقیقه. اون به اتمی هیروشیما. نگرفت. اتفاقهای بد میافتاد. میریم بالا. میاید اینجا. اینه تسبیح. اون پایین و یه کوه دونه تسبیح داره. یه دقیقه گفتم اینجا یه چیزه. بله به این صورت که دیدید تیول عرض میکنید.
خیلی سخته بچه ها. این مکانیزم بازی خیلی سخته کار کردن باش. خودتونم میدونید بسیار سخته. هیچ عالمه تیلا آیتم بهمون داد. بنده سپاسگزارم از شما. بده به من از شما سپاسگزارم عزیزم بابت این همه لطف. اجازه بدید بنده یه سری به اینجا بزنم. این دوست عزیزم به این شکل ترتیبشو میدونی. یکی دیگه بخوری دیگه میمیری عزیز دل. یه بک زدیم به اون لوکیشن قبلی. خب اینجا رو که رفتیم بریم اینجا ببینیم اینجا چه خبره. اینجا یه باسه. اینجا یک عدد باسه. من کاملا میدونم که چه خبره. و این پایین یه دونه بنچ هست. بله اینجا بنچه. میشینیم. همین رو داشته باشیم خیلی نظرم مثبت تره. اینجا بچه یه کاراکتریه، ما باید اینو آزادش کنیم. اینم آزاد کنیم و اپیزودو جمع کنیم. حتی یه مینی باسی هم اینجا هست. من رو کجاست اینو بخور. لطفاً برای من دردسر درست نکن ستون. گرایندل اسم بچه ها ایشون. آیتم استریت پین بهمون داده میشه. اینو میتونیم توی بنچ رو کاراکترمون سوار کنیم به این شکل. 12 تا به صورت پرتابی میشه ازش استفاده کرد. من بیام اینجا. اینجا رو نیومدیم. بچه این خیلی سخته. ببینید اینجا دقیقاً ما رو میاره بالای این دریاچه لاوا. اسبی دمیجاشون اصلا شوخی نیست. وقت فکر نکنید دمیج اینا کمه. بیاریم
اینجا اون آسانسوره براتون مسیره براتون باز میشه کامل، میتونید برید این تیکر. اینجا هم بیاید شما وارد منطقه بعدی بازی میشید که حالا توصیه نمی کنم برید. میرید بالا، میرید میشینید روی بنچ. اگه باز کنید میبینید قشنگم خودش مناطقی رو که میره هورنت به نقشه اضافه میکنه. اما بیایم بریم بالا، یک باس بسیار رو اعصاب رو شکست بدیم که اینجا حضور داره. این سلطان خیلی باسه کثافتیه. بکنید دمیج رو. دمیج رو، دمیجش خیلی زیاده. اینم بکشیم دیگه اپیزود رو تموم میکنم. دوست عزیز، باید از این فاصله بگیرید. کلا باید ازش فاصله داشته باشید. من اوکی. از آیتم‌های پرتابیمون استفاده کنیم دیگه، دمیج بدیم به باس. آی ما خیلی صفاک تشریف داریم. خیلی جامپ اتک‌های بدی داره، خیلی جامپ اتک‌های بدی داره. اینو الان ما میتونیم بکشیمش بچه ها، ولی خب باس خیلی چغریه، خیلی چغره. شدیدن چغره، یعنی چجوری بگم. بخور. آها کردی خونه خاله هست. بزن. آخ من بگیر.
عوضی. بله به این شکلیشون کشته میشه. هر تیکه یه وری. دید چقدر بد دمیج میزد. عرقم در اومد حقیقتا. خب من میذارم همین باشه. تایم رو ببینیم. تایم 1 ساعت و 6 دقیقه. بریم یکم هم تو اون منطقه پیشروی کنیم. حیفه. با کشتن ایشون اینجا به روی ما باز میشه. و به این شکل میتونید وارد شید. هانترز مارچ. شدیداً سخت. عزیز یه معادل دراپ تو بازی رو آزاد میکنید اینجا. ایشون هم میکشیم. سگ و سگاییم. سگ اگه این یارویی بود نیست که من باش مواجه شدم اینجا، پس چیه؟ یارو نمیمرد. شت چه سگی بود. خودمونی. یارو واقعا نمیمرد. چرا نزدم من؟ بعد شد دیگه هورنت جان. چقدر علکی دمیج خوردم. خیلی سخته. اما سخته. میبینید؟ نمیگیره. بیا شما اینجا. این استایل منو برو کن برام. شکر. بردم بالا. بازم همینش بود. ستون یکم سگ تشریف نداری عزیزم؟ چه وضعشه؟
نمیخوام با این درگیرشم. ستونم. بچه این برای این اپیزود به نظرم کافیه. چیزی که مشخصه ما تا اینجا تو اپیزود اول پیش اومدیم. خیلی دوستتون دارم بچه، امیدوارم که لذت برده باشید. من این اپیزودا رو بدون ادیت میذارم توی چنل و بایدم یه عذرخواهی ازتون بکنم. من گفته بودم که این اپیزود جمعه تو دستتونه میاد و منتشر میشه، ولی من واقعا ازتون عذرخواهی میکنم. هر کاری کردم نتونستم جمعه برسونمش و میفته شنبه. البته الان دارم اینو میگم، ممکنه که جمعه شب هم به دستتون برسه، مشخص نیست، ولی اگه جمعه شب به دستتون رسید که من تونستم تا حدی سر قولم بمونم. اگه شنبه دارید میبینید عذرخواهی میکنم. شنبه اگر دارید میبینید 2 تا اپیزود به دستتون میرسه، یعنی اپیزود 1 و 2 جفتش روز شنبه توی چنل قرار میگیره. اگر جمعه شب دارید میبینید یعنی اینکه من تونستم بالاخره حالا هر جوری شده تو جمعه به دستتون برسونمش. به هر حال خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، عشقای منید. تا اپیزود دوم، خدا نگهدار شما.